کلتکی سحرناک. بود نبود یک موی سفیدی شکارچی بود. او با کمپیرش زندگی میکرد. بور موی سفید دام نهاد و به دام او لکلکی کلانی درماند. موی سفید خرسند شده لکلک رو از دام گرفت. ناگاه لکلک به زبان آدمی به سخن درآمد. مرا سر ده موی سفید، من شاه لکلک ها هستم. مرا رها کن. به تو چیزی که خواهیم می دهم. خانه من در پسی ها انا آن کوه ها. کسی را که پرسی خانه لکلک کجاست به تو نشان می دهد. من به تو تحفه می دهم. موی سفید کمی فکر کرد و لکلک را آزاد کرد. روز دیگر صبح بر وقت موی سفید به راه برآمد به سوی خانه لکلک برای تحفه. موی سفید رفت و به جای رسید که رمه گوسفندان می چریدند. این گوسفندانی کی؟ پرسید موی سفید از چوپان. این گوسفندان لکلک، گفت چوپان. موی سفید حیران شد و راهش را ادامه داد. رفت و به مکانی رسید که گله اسبان می چریدند. این اسب‌های کی؟ پرسید موی سفید. اسب‌های لکلک، جواب داد اسبان. گوش کن. لکلک به من تحفه وعده کرد. من از او چی خواهم؟ پرسید موی سفید. لکلک یک کوزه دارد. وقتی که کوزه یکم بجوش میگویی از درونش طلای بسیاری میبراید. انا همان را طلب کن. مصلحت داد اسبان. موی سفید راهش را ادامه داد. 7 شب و 7 روز دریاها و بحرها، بیابان و دشتها را گذشت و به خانه لکلک رسید. السلام علیکم، از آستانه خانه صدا داد موی سفید. لکلک، اگر سلام نمی دادی تو را یک لقمه خام می کردم، گفت لکلک. تو برای تحفه آمدی؟ چی می خواهی؟ تو یک کوزه داری، کوزه سحرناک. آن را به من ده، گفت موی سفید. لکلک به فکر فرو رفت. موی سفید، این کوزه به تو چی در کار؟ بیا من به تو یک طبق طلا می دهم، گفت لکلک. نه، موی سفید راضی نشد. لکلک کوزه را به موی سفید داد. موی سفید کوزه را گرفته به سوی خانه‌اش رهسپار شد. 7 روز و 7 شب راه گشت و به دهه‌اش رسید و در خانه یک دوست نزدیکش دم گرفتنی شد. به خانه دوستش آمد و به او گفت: جوره، این کوزه مرا پاسبانی کن، اما هیچگاه کوزه یکم بیجوش نگو. خوب شده است، گفت دوستش. وقتی که خواب موی سفید برد
صاحب خانه به کوزه گفت: کوزه یکم بیجوش. از درون کوزه تنگه های طلایی بسیار بیرون ریختند. جوره موی سفید از اسرار کوزه آگاه شد و کوزه را پنهان کرد و عیناً همین گونه یک کوزه عادی را به جای کوزه ماند. موی سفید بیدار شد. کوزه را گرفت، به دوستش تشکر گفت و به سوی خانه‌اش رهسپار شد. موی سفید به خانه‌اش رسید و از آستانه در شادیانه به کمپیرش صدا زد: کنی کمپیر، دسترخوانت را پهن کن. طلای بسیاری میگیریم و بای میشویم. گفت موی سفید. کمپیر دسترخوان را پهن کرد. موی سفید کوزه را در مابین دسترخوان گذاشت و فریاد زد: کوزه یکم بیجوش. اما کوزه نجوشید. طلا هم پیدا نشد. بیجوش کوزه، بیجوش. اما کوزه نمی جوشید. موی سفید خیلی غضبناک شد. ای لکلکی لعنتی، مرا فریب دادی. کوزه عادی را دادی. پگاه می روم و چیز دیگر طلب می کنم. موی سفید باز به راه درآمد. زیاد رفت یا کم، تیز رفت یا دیر، به جای رسید که اسبان گله اسبان را می چرانید. موی سفید به او نقل کرد که لک او را فریب داده است. اسبان او را گوش کرد و گفت: میدانی چی؟ موی سفید یک دسترخوان سحرناک دارد. تو آن را طلب کن. هر وقتی که دسترخوان کشاده شو گفتی، دسترخوان کشاده می شود و ناز و نعمت فراوان پیدا می شود. موی سفید به اسبان تشکر گفت و راهش را ادامه داد. 7 شب و 7 روز راه پیمود و به خانه لکلک رسید. سلام، گفت موی سفید در را گشوده. لکلک، گفت لکلک. اگر سلام نمی دادی تو را نول زده فرو می بردم. کوزه را کو گرفتی؟ برای چی آمدی؟ تو مرا فریب دادی. به جای کوزه سحرناک، کوزه عادی را دادی. من اکنون به طلب دسترخوان سحرناک آمدم. دسترخوان سحرناک را به من بده. گفت موی سفید. لکلک کمی فکر کرد و دسترخوان را به موی سفید داد. موی سفید دسترخوان را گرفته به راه برآمد. 7 روز و 7 شب راه رفت و باز به دهه‌ای رسید که آنجا سابق دوستش زندگی میکرد. به خانه دوستش رسید و دم گرفتنی شده از او خواهش کرد: جوره، این دسترخوان را نگه دار. من کمی دم گیرم به خانه‌ام میروم.
فقط هیچگاه دسترخوان کشاده شو نگو. خوب شد دستجوره، دم گیر، گفت دوستش. وقتی که خواب موی سفید برد، جورش به نزد دسترخوان رفت و داد زد: دسترخوان کشاده شو. دسترخوان همان زمان کشاده شد و در روی دسترخوان 70 گونه ناز و نعمت پیدا شد. دوست موی سفید خرسند شد و دسترخوان را پنهان کرد و وقتی که موی سفید بیدار شد به او دسترخوان عادی را که به دسترخوان سحرناک مانند بود داد. موی سفید چیزی را پی نبرد و دسترخوان را گرفته به سوی خانه‌اش رهسپار شد. وقتی که به خانه‌اش رسید، کمپیرش را فریاد کرد: ای کمپیر، اینجا بیا، من تو را یک ضیافت دهم. دسترخوان را به مابین ماند و داد زد: دسترخوان کشاده شو. ولی موی سفید و کمپیر هرچند انتظار شدند دسترخوان کشاده نشد. موی سفید خیلی ناراحت شد. این لکلکی لعنتی باز هم مرا فریب داد. پگاه می روم و یگان چیزی دیگر طلب می کنم. شب موی سفید خوابید. روز دیگر صبح بر وقت برخاست و باز به راه درآمد. رفت و باز با همان اسبان واخورد. این لکلک باز مرا فریب داد. این دفعه هم او دسترخوان عادی را به من داد. این طور شدنش ممکن نیست، گفت اسبان. معلوم می شود که تو دشمنهای زیاد داری. لکلک یک کلتک سحرناک دارد. هر وقتی که به او بگویی کلتک بکوب، او به کوفتن می درآید. همه آنهایی را که در گرد و اطراف تو هستند می کوبد، می زند. تو همان کلتک را طلب کن. مصلحت داد اسبان. موی سفید 7 روز و 7 شب راه پیموده به خانه لکلک رسید. السلام علیکم، از در صدا داد موی سفید. لکلک، اگر سلام نمی دادی می خوردمت، گفت لکلک. تو باز برای چی آمدی؟ دسترخوان را گرفتی؟ کوزه را دادمت، باز چی می خواهی از من؟ تو مرا فریب دادی. کلتک رو می خواهم از تو، کلتک سحرناک را، چون که بجای دسترخوان سحرناک تو به من دسترخوان عادی را دادی. کلتک رو می خواهی؟ گفت لکلک. بگیر آن را، آن با من در کار نیست. موی سفید خرسند شد، کلتک رو گرفت و به راه درآمد. از دریاها گذشت، از کوهها گذشت، دشت و بیابانها را پیمود و به خانه همان دوستش رسید. من میخواهم اینجا کمی دم گیرم، گفت موی سفید. تو انا این کلتک مرا نگهبانی کن،
فقط هرگز کلتک بیکوب نگو. خوب شده است گفت دوست موی سفید. وقتی که خواب موی سفید برد، جوره موی سفید به نزد کلتک رفت و فریاد زد: کلتک بیکوب. هنگامه ای شد. کلتک به حرکت در آمد و همه را از یک سر به کوفتن در آمد. زن و فرزندان جوره موی سفید داد و فریاد می کردند. این سو و آن سو می دویدند، اما کلتک نمی ایستاد، همه را می کوفت. موی سفید از خواب بیدار شد و دید که اهل عائله دوستش همگی داد و فریاد دارند. این وقت دوستش به نزد او آمد و التجا و زاری کرد: جوره، کوزت در دست من، دسترخوانت را هم می دهم، فقط کلتکت را بازدار. التماس، کلتکت را بازدار. کلتک ایست، فرمان داد موی سفید و کلتک همان لحظه باز ایستاد. جوره موی سفید دویده رفته کوزه، دسترخوان آورده به موی سفید داد. بگیر اینها را، بگیر. موی سفید کوزش، دسترخوانی سحرناکش و کلتک سحرناکش را گرفت و به خانه‌اش آمد. به خانه‌اش آمد و کمپیرش را فریاد کرد: ای کمپیر، اینجا بیا. کوزه را به میان جا گذاشت و امر کرد: کوزه یکم بجوش. کوزه به جوش در آمد و از درون کوزه آنقدر تنگه های طلایی ریخت که موی سفید و زنش از جمع کردن خسته شدند. سپس موی سفید به دسترخوان روی آورد. دسترخوان گشاده شو. همان زمان دسترخوان گشاده شد و در روی دسترخوان 70 نمود ناز و نعمت‌های دنیا پیدا شد. موی سفید و زنش این گونه ناز و نعمت را در خواب شبشان هم ندیده بودند. خوردند، نوشیدند، خرسندی کردند. آوازه دسترخوان و کوزه سحرناک موی سفید به گوش وزیر رسید. وزیر به خانه موی سفید آمد. در خانه را گشاد و فرمان داد: هی موی سفید، کنی زود کوزه و دسترخوانت را به من ده. موی سفید با او نگریست و یکدم فکر کرد و به کلتکش امر داد: کلتک بیکوب. و کلتک به زدن در آمد. هی زد و زد. وزیر گریخت رفت، گریخت و دیگر برنگشت. خانی چشم گرسنه کشور موی سفید هم از این دسترخوان سحرناک و کلتک سحرناک و کوزه سحرناک موی سفید آگهی یافت. او با لشکری خود که از 20,000 نفر جنگاورانی دلیر و ناترس عبارت بود به خانه موی سفید آمد. خانه موی سفید را احاطه کرد و به او امر داد: کنی زود به من دسترخوان و کوزت را ده. اگر ندهی به جنگ من برآ. موی سفید در خانه‌اش را گشاد و به کلتک امر داد:
کلتک بیکوب. و کلتک به زدن در آمد. از چپ میزد، از راست میزد، دور گشته میزد. 20,000 افسری شاه رو به گریز آوردند. خانی چشم گرسنه تنها ماند. کلتک او را میکوفت و میکوفت. خان به تولا و زاری در آمد. موی سفید، کلتکت را بازدار. موی سفید، کلتکت را بازدار که مردم. هیچ چیزت به من لازم نی. موی سفید. موی سفید در دم دروازش ایستاده تبسم میکرد. تو دیگر هیچگاه به مال کمبغلان چشم نمیدوزی. همین طور کلتک جزای خانی چشم گرسنه را داد. خان هم گریخت و رفت و دیگر هیچگاه به منزل موی سفید نزدیک نشد. همین طور موی سفید شکارچی و کمپیرش بای و بدولت شده تا آخر عمرشان زندگی آرام و آسوده داشتند.